من یه خاطره دارم به خدای محمد، هر موقع خواستم اینو تعریف کنم تمام موهای بدنم راست میشه. ما هیئت که به اصطلاح میرفتیم و یعنی داریم میریم به اصطلاح نوحه میخونم، قبل از اینکه شروع بشه هیئت من میام به آشپز تو آشپزخونه میگم آقا من امشب مثلا 30 تا مهمون دارم، حالا دوستای همکاران، بازیگرا، مردم، کسایی که با اون در دمخور هستن، میرم به آشپزخونه میگم آقا من 30 تا غذا میخوام امشب، مثلا به فردا میگم آقا من 40 تا 20 تا غذا. ما یه شب رفتیم به بچه‌ای که غذا تقسیم می‌کردن، گفتم من امشب 10 تا غذا میخوام. گفت چرا امشب کم؟ گفتم 4 تاشو می‌خواستم برای خودم ببرم، 6 تاشو کسایی که قرار بیان نیومدن، 6 نفر اومدن، اون 6 تا غذا رو من می‌خواستم بدم به اونا. حالا آدمایی هموندن که دستشون به دهنشون میرسید، حالا میتونستن برای یه چیز دیگه بخورن دیگه، ولی به نیت این که این غذا تبرکه. اون شب من غذا رو اومدم تو آشپزخونه گرفتم، از در آشپزخونه اومدم بیرون، دیدید چه هجوم میارن مردم برای این غذای متبرک. آقا تو رو خدا غذا فلان از اون 6 تا غذاه. گفتم حالا اون دوستام، گفتم 4 تا میخوام برم خونه، یکی یه دونه از این غذا رو 6 تا غذا رو دادم، 4 تاش دستم بود. گفتم دیگه نیست، دارن میکشن غذا رو فلان، دیگه آخرای کارم بود. از در هیئت، از در آشپزخونه اومدم بیرون به سمت ماشینم برم. یه خانم پیری، من فکر می‌کنم دور 80 خورده ای سالش بود، صدا کرد پسرم. گفتم جانم مادر. گفتم من پسرم مرده، عروسم و 3 تا بچه یتیمش تو خونم، آخه اگه میشه به ما غذا بده. من این 4 تا غذا رو دادم به این، گفتم حالا ما که غذا توی یخچال داریم دیگه. زنگ زدم به خونه به بچه‌ام، گفتم که من امشب غذا نمیارم. اونام که نمیخواستن غذا رو بخورن، میخواستن بخوابن دیگه. دیگه جریان رو نگفتن چی شده. راه افتادم به سمت ماشین، تلفنم زنگ خورد. بله، یکی از دوستان بود، گفت ما هیئت تهران پارس نشستیم دور هم دیگه، بیا اینجا. دیدی آخر شب تو میشینن تا هیئت. ما رفتیم اونجا و نشستیم صحبت و بحث و از این بحث‌های دور و بری مردونه. داخل هیئت هم بودیم. ساعت 1:04 صبح من عزم و جزم کردم به سمت خونه. من نمیدونم شما خیابون دماوند، خیابون تهران رو بلدین یا نه؟ بله. اومدم تو خیابون دماوند، یه خیابون یه طرفه داره به سمت خیابون مدنی نظام آباد به نام کهن. بله. خیابون کهن یه خیابون یه طرفه است که دو طرف ماشین پارک میکنن. همه ایران خواب بودن اون ساعت، 1:04 صبح دیگه. یه دفعه همینجور که ماشینا اینجوری پارک بود، یه وانت سفید رنگی پارک بود، پشتش هم یه پراید پارک بود. از بین این وانت و این پرایده یه پیرمرد محاسن سفید اومد بیرون. عجب. یقش هم بسته بود و یه لباس بلند تا زانو تا اینجوری که به من وایسادم. گفتم جانم پدر. گفت غذا میخوای؟ گفتم دست شما درد نکنه. از عقب وانت یه بسته 10 تایی غذا، 10 تا غذا اینجوری به من داد. به خدا بغضم میگیره میخوام بگم. غذایی که انگار الان از تو دیگ کشیدی، داغ باقالی پلو با گوشتم بود. چه بوی دار، چه عطری. من غذا رو اینجوری گرفتم، گفتم دست شما درد نکنه. گذاشتم رو صندلی، برگشتم دیدم نیست. گفتم پدر کجا رفتی؟ یه خورده این ور اون ور کردم، وهم منو گرفت. پیاده شدم، یه کوچه بنبستی جلوی این وانت دست چپ، یه کوچه بنبست، تو کوچه رو نکردم کسی نیست. گفتم کی بود این غذا رو اومد؟ اومدم یه چیزی از این عجیب‌تر بگم، عقب وانت نرده قفل خورده بود بهش. همون وانتی که از عقبش به من غذا داد. من غذا رو مگه حالا میتونم گریه عمونم نمیداد. بوی این غذا اصلا یه دیوونت میکنم. من اومدم خونه با گریه و بچه‌ام گفتن چیه؟ گفتم این غذا کجا؟ چی داغه؟ گفتم داستان اینجوری شده که حالا خانومم، ما میگم چون کلا خانواده مذهبی هستیم، این غذا رو من میتونم بگم کردش 50-60 تا غذا خورده. یه خانم بارداری بود طبقه بالا میشست، غذا یه مقدار به اون دادیم، به این بده، به اون بده، به 50-60 نفر این غذا رو خورد کرد داد. ما صاحب داریم، ما صاحبم امام حسینه.